بچه کوچیکا خیلی بامزه‌ان. یکی از دلایلی که این بچه‌ها رو بامزه میکنه کارهایی که انجام میدن، رفتارهایی که از خودشون به نمایش میذارن، مثل طرز غذا خوردن، 4 دست و پا راه رفتن و خیلی چیزهای دیگه. اما یه سری حرکت‌ها و یه سری رفتارها از این بچه‌ها به نمایش گذاشته میشه که خیلی خطرناکه. و حتی آدم بزرگ‌ها هم از این موضوع میترسن و نگران میشن. حالا من در مورد این موضوع یه سری ویدیوها آماده کردم، بهتره که این ویدیوها رو با هم ببینیم.